سرخط خبرها. جبهه مقاومت ملی میگویند طی 24 ساعت تلفات سنگینی به طالبان وارد کردیم. جنبش زنان به سوی آزادی میگویند جهان باید تبعیض جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. و کاهش بودجه باعث افزایش مرگ میر نوزادان و مادران خواهد شد. سلام، با من صابره نگزاد از خبرگزاری صدای شهروند خوش آمدید. تاریخ امروز 28 آگوست 2023 که مصادف است با 6 سنبله 1402. اکنون توجه نمایید به تفصیل خبرها. جبهه مقاومت ملی با نشر خبرنامه مدعی شده است که در سه حمله نیروهای این جبهه طی 24 ساعت گذشته در استانهای کابل و تخار به طالبان تلفات سنگینی وارد گردید. جبهه مقاومت ملی گفته است شب گذشته در شهرستان شکردری ولایت کابل و فرخار استان تخار سه حمله بر پاسگاه‌های طالبان انجام دادند که تاکنون 2 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جبهه نگاشته است که حمله نخست حوالی ساعت 10 شب گذشته 5 سنبله که مصادف می شود با 27 آگوست بر موتر گشتزنی استخبارات طالبان در نزدیکی کندک حسین کود در روستای سیاب قولی از مربوطات شهرستان شکردری استان کابل انجام شد که در آن 1 تن طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنین حمله مشابه حوالی ساعت 12 شب با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بر یک پاسگاه گروه طالبان واقع کمربند تکتیموز تنگه فرخار دروازه شرقی شهر طالقان حمله کردند که در نتیجه این حمله 1 طالب کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. جبهه افزوده است که در حین زمان سومین حمله چریکی نیروهایش حوالی ساعت 12 شب بر مقر فرماندهی پلیس و مرکز شهرستان فرخار تخار انجام شد که در آن نیز از سلاح‌های سبک سنگین استفاده گردید. تعداد از اعضای جنبش زنان به سوی آزادی اعتراض خانگی را در مورد ترور و قتل‌های هدفمند زنان و دختران در ایران در یک مکان سربسته برگزار کردند. این جنبش گفته است آنچه که در افغانستان می‌گذرد آپارتاید جنسیتی است و از جهان خواستند که تبعیض جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. اعضای این جنبش میگویند جهان باید به قتل و ترور زنان در افغانستان پایان ببخشد و از جنایت‌های طالبان حمایت نکند و گروه تروریستی طالبان را به رسمیت نشناسند. جنبش زنان به سوی آزادی از جنبش‌های اعتراضی زنان است که علیه طالبان به شکل مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که کاهش بودجه فعلی برای افغانستان عواقب بسیار بدی را به همراه خواهد داشت. طبق آخرین پستی که سازمان جهانی بهداشت امروز 6 سنبله که مصادف میشد با 28 آگوست در شبکه اجتماعی اکس نشر کرده است روزانه 24 مادر و 167 نوزاد به دلایل قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی بهداشت در افغانستان هشدار می‌دهد که این آمار بر اساس برآوردهای سال 2021 میباشد در صورت ادامه کاهش بودجه افزایش چشمگیر خواهند داشت. سازمان‌های جهانی دیگر چون صلیب سرخ نیز قبلا در مورد کاهش کمک‌های بشردوستانه و عواقب آن بر مردم افغانستان هشدار داده بودند. تشکر از شما که تا این دم به خبرگزاری صدای شهروند بودید. تا خبر دیگر، خدا نگهدار.